خیلی جالب بود که مثلا میگفتن آیه های قرآن و نیکات یا مثلا آیاتی مثل 4 قول، آیت الکرسی رو، اینها رو به دیوار خونتون نباید نصب کنین، تو محل کارتون اصلا نباید اینا رو بذارین. به شدت ما رو از این کار برحذر میکردن و این یکات خوندن و گذاشتن تو اتاق و اینا رو رد میکنن. مثلا چند دفعه و این یکات و چیزهایی که معمولا تو خانواده‌های مذهبی هست از اینجور چیزا دیدم که پشت در دیوار اتاقم تو کوچه بود، تو خیابون بود. یه زمانی که تو خونمون خیلی همسرم هنوز من نمیدونستم اوضاع از چه قراره و ایشون رو زده بودن، بعد اون نماد عرفان کیهانی و طبق همون حرفایی که میزنن که آیه قرآن تیکه تیکه نباشه، یعنی چی که ما 4 قول بزنیم به دیوار، مگه ما وابسته این آیه این مستقیم به خدا وقتی و این نمادهای شرک رو بزنیم. اینا رو جمع کرده بودن که ما یه هرز مثلا بالای در داشتیم، هرز حضرت علی بود، اینو برداشتن. حالا من اون موقع البته خیلی نه موافق بودم نه مخالف، ولی علاوه ذهنی وابسته نبودم. خب چه شما اون هرزو بذاری چه نذاری، دیدم همسرم جمع میکنه مشکلی نداشتم، یعنی نگفتم آره نگفتم نه، ولی احساس میکردم واقعا محیط خونه بعد از اون مثلا چقدر مسترا اومدن خونه ما و رفتن و یه فضای بد سنگینی شده بود که حتی کسی هم میومد میگفت خونه‌تون یه جوریه خیلی سنگین و ناجور شده. و چیز دیگه که هست، روزی که مستر اومد اینجا به من گفت باید برای خونتون اعلام پاکسازی کنم. من نمیدونستم پاکسازی چیه، گفتم برای کجا؟ گفت برای اتاقادون اینا. منم حقیقتش اون موقع آمادگی نداشتم، گفتم من الان آمادگی ندارم شما بخواید پاکسازی کنین برای اتاقای ما. گفت نه پاکسازی نیست، فقط شما اجازه بدین من براتون اعلام کنم پاکسازی. منم گفتم خب اعلام کنین پاکسازی، اگه میدونین بهتر میشه اعلام کنین، اعلام پاکسازی کنین. گفت هر چی دعا دست نویس هر چی دارین بیارین و من اینا باید پیشم باشه. یه دعام تو گردنی مهسا بود، اینم در آورد تو گردنش، این یک کادی طلام بود. گفت اگه اینم طلا نبود اینم در میبردم تو گردنش میبردم. شروع میکرد با دستشون یه ارتباطی رو میدادن، یعنی در واقع یه جاهای مثلا کل خونه رو با دست ارتباط میدادن. مثلا وقتی خونه ما رو پاکسازی دادن، من یه کتابخونه‌ای که داشتم گفتن که تو این کتابخونه چی داری؟ من گفتم که خب کتابام هستش و چی و اینا. بعد یه ذره که نگاه کردن یه کتاب کوچیک معجزات آیت الکرسی بودش، گفتن اینو از اینجا جمع کن. من پرسیدم چرا؟ همونجوری جواب دادم به خاطر اینکه آلودگی جذب میکنه. من اون موقع اصلا برام واضح و روشن نبود که چرا آلودگی جذب میکنه. به من گفتن مفاتیح رو از خونتون باید بردارین، از خونتون دور کنید. مفاتیح خودش آلودگی جذب میکنه، یعنی باعث جذب شدن این نیروهای منفی و در واقع جن و شیطان به خونتون میشه. یعنی اونا باید اصلا از خونه دور بشه. یعنی اگه تو صندوق خونم باشه نمره منفیه، اینجوری برداشته شده. بله در واقع اینطوری بودش که انگار اون فرد مؤمن رو در واقع خلع اصلاح میکردن، از این طریق خلع اصلاح میکردن که بتونن در واقع اون نیروهای خودشون رو به اون طرف سوار کنن. ناراحت شده بزن که توی این مجلس اصلا رفته و گفت مجلسشون از همه بدترین که اینا اصلا میگن حافظ ائمه و پیامبرا این چیزا اهل بیت و اینا هیچی نی. قراره اون مستری که اونجا انرژی میده، 2 مسترایی که انرژی داده بودن به این و برام گفت که اینا را بهش انرژی بدم خوب بشه، دارم مثلا این واسه شه دیگه به خدا. مستر یعنی مربی. بعد خدمت شما عرض کنم که این همجنس‌باز بود. ذره ذره با مطالب و سی دی و کتاب آشنا شدیم و بعد مثلا من یه نکاتی به نظرم جالب نیامد گذاشتم کنار. اگه از اولش کامل آدم یه برایندی میدونست، کسی معرفی میکرد، خب شاید اصلا نمیرفتیم این کلاس ها. و شروع کارشون هم که میگن اولین چیزی که طرف مشتاق میشه بره تو این کلاس ها این کلمه فرادرمانیه که میگن یه دکتر برای چی بریم، احتیاجی نیست، با فرادرمانی خوب میشن. حالا انرژی های منفی رو اینا چی میدونستن؟ در نظر خودشون یعنی توی همین عرفان حلقه میگفتن که کالبد ذهنی و موجودات غیر ارگانیک. کالبد ذهنی همون روح افراد متوفا رو میدونستن و موجودات غیر ارگانیک و جن ها میدونستن، بدون اینکه به شما مثلا شما اجازهشون داده باشین اینا وارد بدن شما میشه. حالا دخل و تصرفایی رو تو بدن شما براتون به وجود میاره، مثلا ممکنه باعث بیماری جسمی بشه و حتی ممکنه که مثلا باعث امراض روحی بشه. خودش میگفتش که در اصل اینکه جن‌ها به من حمله میکردن، بعد بله این اصلا میگفته جن‌ها میزدنش،
و افرادی که با این موجودات کار میکنن دچار مشکلات جسمی به دنبال اون ذهنی روانی میشن و ما به دنبال این زندگی انگلی حاشیه اینها دچار مشکلات جسمی، ذهنی و روانی میشیم. این یک امر مسلمه. همین باعث میشد که ما تشویق بشیم و گرایش پیدا کنیم ببینیم خب مثلا این چی هست. بله یه سردرد و سرگیجه داشت، سالم بود، رو پاش راه میرفت. گفت که من یه مستر باید بیارم اینجا. مستر رو برد اینجا و به انرژی داد و بعد مستر خودش شروع کرد از دهانش و چشماش و اینا آب اومدن و از بینیا چشم و ایناش آب اومدن. من فکرم سرما خورده. گفتم سرما خوردین؟ گفت نه من انرژی ما دادم به مهسا. حالا مهسا باید از امروز 10 بار اتصال بگیره. هرچی که مشکلات من بیشتر میشد این در واقع فردی که تو از بستگان ما بود بیشتر به من ارتباط میداد. میگفت اگر بیشتر، یعنی توجیهش این بود که هرچی بیشتر ارتباط بگیری بیشتر به خودت کمک میشه، یعنی بیشتر کمک میشه که حالت بهتر بشه. ولی خب من بهبودی نمیدیدم. یه دفعه حالش بد شد، دوباره حالش بد شد و سردردای عجیبی خیلی دوباره گرفت و یه دور بیمارستان بستریش کردم. ام‌آرآی گرفتن گفتن باز دوباره هیچ چیز نیست. بدون هیچ قرصی چیزی از بیمارستان اومد بیرون و گفت من نمیده که اتصالش رو بل کرده، دوباره اتصال بگیره. دوباره اتصال رو شروع کرد و گفت این باید بیاد تو جمعی که ما مهمونی میگیریم و تو اون جمع که بیاد انرژی ها همه رو میگیره و تو اون جمع که بیاد خوب میشه. من اجازه نمیدادم، گفتم اگه میخنده برندش خودی منم باید بیام. ایشون هم گفت نه ما چون اینا به عنوانی مهمان میبریم باید یه نفر بیام. تا 20 ماه رمضانی پارسال بود که موفق شدم بالاخره. حالش خیلی بد بودین. گفت امشب بیادش. برش داشتن در رفتن توی مهمونی. حدودا یه 300-400 اونجا بود و بعد که از مهمونی اومد خیلی گیجا پریشون بود. گفتم چده؟ گفت من خیلی ناراحت شدم رفتم اینجا. اصلا من حالم خوب نیست. حالت خواب آلودگی داشت. گفتم چطوری بود؟ انرژی بهت دادن؟ چیکار کردن؟ گفت یه مرد و یه زن نشستن دستشون رو به طرفم کردن و بهم انرژی دادن. مجلسشون اصلا اسلامی نبود، دوست نداشته بود. و یکی دیگه این که اون موقع شهادت حضرت علی بود و ناراحت شده بود که چرا اینا با لباسای قرمز اونجا ظاهر شده بودن. هر روز رفته رفته حال من بدتر و بدتر میشد. از فرداش دیدم که حالش بدتر شده. پاهاش خیلی میکشید، خودش راه میرفت، زبونش سنگین شده بود، روز به روز داشت بدنش تحلیل میرفت همینجور. تا که 2 روز مونده به روز قدس بود که من دیدم یه دفعه اومد نشست رومو و یه دفعه کلشو سرشو بدون اینکه بفهمه خیلی شدید تکونای خیلی شدیدی به خودش داد. سیاهی چشمش رفت بالا و فقط سفیدی پیدا شد. وقتی پدرم این ارتباطو میدادن خب سرش به عقب میرفت یا مثلا یه صداهایی از خودش در می آورد که وقتی مثلا ما ترسیده بودیم. خب عیب نداره. من خیلی ترسیدم. گفتم چی شد؟ گفت نفهمیدم. حدوداً برای 10 ثانیه این حرکت رو انجام داد و حالشون بد میشد. تو کلاس‌ها خیلی حالشون بد میشد، جوری که میافتادن مثلا مثل آدمی که شاید سر داره اونطوری که بالش میذاشتم زیر سرشون و مثلا گفتم من خروج دارم، بعضی شبا حالم بد، بیرون ریزی دارم، نمیام که شما اذیت نشید. بشه دقیقاً 7 روز گذشته بود از اینکه بهش اتصالی دست جمعی دادن. صبح روز قدس دیدم که صداش میاد، حالتی ناله صدا میکنه. از خواب پریدم بالا، حدوداً ساعت 8 صبح بود. دیدم که صورتش پر خونه و یه گوشه یا نشون میده و حالتی اینا که تشنج میکنن، رو تخت ورجه میزنه، میترسه از یه چیزی. دستشو بالا به طرفی تاق نشون میده، اشاره میکنه به میترسه. من رفتم پشت سر رو تختشو، بدنش کاملا لخت شده بود. گرفتمش تو دلم و هی گفتم چی شده؟ زبونش از بینی دندوناش رها کردم به خاطر اینکه خون به خاطر همین اومده بود، زبونش گیر کرده و بینی دندوناش و دندون قورچه‌های خیلی شدیدی میرفت.
باز یکم آروم میشد دوباره شروع میکرد. دیگه حرف نمیتونست بزنه، فقط گفتم چیزی وحشتناکی دیدی؟ دستی منو خیلی محکم فشار داد که یه چیز وحشتناکی دیده. میخواستم اون لحظه اسم اون موجودا نیارم، گفتم که نترسید. گفتم آیا شبیه هیلولا بود؟ دستی منو به شدت فشار داد. با بیمارستان تماس گرفتیم و آمبولانسا اومدن بردندش بیمارستان. تو بیمارستانم از صبح که بردمش تا ظهر حدوداً شاید 50 بار بگم بیشتر این حالتها داشت که تکونای خیلی شدیدی میخورد، انگشتشو به یه طرف میگرفت و باز آروم شد. 5 دقیقه بعد دوباره همین حالت براش تکرار میشد. میترسید، از یه چیزی میدید میترسید. من تا اون موقع نفهمیده بودم، یعنی فکر میکردم که سکته چیزی کرده. تا اون موقع نفهمیده بودم مانی فرادرمانیه. مامان تو اس چی هنچی شدی؟ کی تو رو هنچینت کرد؟ چه فرقه‌ای بودن؟ اسمشون رو بنویس. فرادرمانی. اگه عرفان حلقه اینجور که سرکردهای بزرگشون اگر اینطور به این شکل بود، دیگه ما باید اصلا سردر بیمارستان هم بزنن بیمارستان عرفان حلقه، اون قسمت سردر آی سی رو بزنن فرادرمانی. دیگه ندارین دیگه اصلا تپ تو دنیا جمع میشه و اصلا آقای الان نباید زندان بود که رو سر میبردنش. این همه دنیا داره هزینه میکنه، دارو میخوان برای سرطان کشف میکنن، میدن جواب نمیده، باز میلیاردها دلار خرج میکنن، سرمایه‌گذاری میکنن. خب آقای با یه دست با یه چشم بس عمل خوب میکرد، اصلا نیازی نبود که چیزی اصلا آقای چرا اصلا موند تو ایران، چون آزاد بود رفت آلمان برگشت. تا اینکه بردن توی آژانس بود، بردندش توی بخش، تو بخش بردندش، بعدی بردندش تو آی سی او با همراه. اونجا تو آی سی او با همراه همه نوع آزمایشی روش انجام دادند و از ام‌آرآی همه چی گفتن هیچ چیزی ما هنوز پیدا نکردیم. حتی الفیش کردن به خاطر احتمال دادن که ام اس باشه، گفتن نه ام اس هم نی، گفتن هیچ چیز نی. این جوری شد که حالتی کلام افتاد، قدرت مکیدن، فوت کردن، قدرت نفس بالا کشیدن و کلا چیزایی تو دهانش تمام از حرکت باز مونده بود، حتی دندوناش، و گاواژش میکردم به وسیله لوله‌ای که تو بینیش کرده بودن، غذا بهش میدادم میخورد، تنفس مصنوعی برش گذاشته بودم. حال خیلی بدی داشت، حتی چشماش حالتی ترس توش پیداست. الان که عکسش رو میبینم چشماش خیلی باز شده، هم خیلی درشت شده چشماش به نسبت به الانش، و حتی گردن ول شده بود، حتی صورت ها نمیتونست از این طرف و اون طرف کنه. جالب اینجاست که وقتی که منزل ما رو پاکسازی دادن، در واقع در حال پاکسازی بودن، بعد از اینکه پاکسازی رو دادن من احساس کردم تازه پای این موجودات به زندگی ما باز شده و یه حالتی ترس توش میدیدم. تا اینکه با یک تماس گرفتم، گفت جایی نبردیندش. گفتم یه همچین مسئله فرادرمانی. طرف گفت مال همینه. آقا دست یک رو گرفتی بلد شده به گور صاحب کسی که من ادب و رعایت کن. ولی بعد از اینکه تو این کلاس‌ها، یعنی در واقع تو این ارتباط قرار گرفتم، دچار مشکلات شدید روحی شده بودم. یعنی تا قبل از اون اصلا من مشکلی نداشتم. ما با این ارتباطایی که داریم به شما میدیم از طریق عرفان حلقه، ما کاری میکنیم که اینها از بدن شما خارج بشن و دلیل اینکه خب پدر شما مثلا دچار این حالت‌ها میشه یا این صداهایی که خودش در میاره، اینا همون کالبدهای ذهنی هستن. و پشت این جریاناتی انگشتا و ناخونایی که به طرف آدما میذارن، پشت این انگشتا و ناخونا، پشت اینا یه چیزای دیگه ای هست. واقعا به این نتیجه رسیدم که این اتصال و حلقه کاملا فراخوانی اجنه است به زندگی. ولی خب از لفظ شیطان اجنه استفاده نمی‌کردن. به قول معروف یه اسم علمی برای خودشون گذاشته بودن به اسم موجودات غیر ارگانیک که افراد دچار ترس و وحشت نشن وقتی این اسما رو میشنون. برو ببین گوش بده.
فایده نداره. این فشار میبینی فشار زیاده. خب برو داریم کمکت میکنیم. برو تو پر گاملا نباشی. خب یک بار فقط برای یکی از دوستانم اعلام کردم که خودش خواست حلقه‌های تشعشع دفاعی که همون حلقه‌ایه که در واقع اجنه رو مثلا از وجود ما خارج میکنه طبق حرفای آقای که من الان نظرم اینه که وارد میکنه، اصلا خارج نیست قضیه خارج کردن. برای این دوست اعلام کردم. ایشون همون شب سعی سالم بود رفته بود خونه، اصلا کارش به بیمارستان کشیده بود. دخترم به اتفاقی 2 بچه هاش اومدن بالا سرش و اینا رفت دخترم بالای سرش رو گذاشت رو سینه مهسا و پنجه هاشو فرو کرد تو پهلوهاش و بهش میگه اتصال بگیر. 5 نفرم دیده بودن این حرکت‌ها و خود مهسا وقتی که حالش یکم بهتر شد گفتم چی بهت گفت؟ من فکر کردم داره میگه دعا بکن. گفت نه، بهم گفت اتصال بگیر تا خوب شی. طبق تجربه که تو دوستام و اینا دیدم همه میرفتن به سمت این حال خراب، این وضعیت آشفتگی و به هم ریختگی که حالا بهش میگن بیرون ریزی دیگه، توجیهش میکنن به اسم بیرون ریزی. هرچی هم بیشتر از این حلقه استفاده میکنن بیشتر حالشون بدتر میشه. یعنی علامشون ده بیتاب میشن، قش میکنن، آب از دهنشون میاد، بیهوش میشن، گریه میکنن، فریاد میزنن، جیغ میزنن، ولم کنین، اذیتم نکنین، بیچاره شدم. تو این دوره ممکنه حالمون بد باشه. حالا اینو خود آقای گفت 10 سال ممکنه طول بکشه، مثلا بیرون ریزی معلوم نیست چقدر طول میکشه. این برون ریزی ها رو حالا تا کی باید تحمل کنی هیچ جواب واضح و روشنی به من نمیدادن. حتی اینجوری مطرح میکردن که در واقع استاد ما که خودش آقای 10 سال طول کشیده تا این برون ریزی ها رو انجام داده. حالا چه برسه که به افراد عادی که انقدر آلودگی دارن و انقدر با این موجودات و به قول معروف درگیر هستن، دیگه خدا میدونه که چند سال بخوام در واقع این برون ریزی رو انجام بدن. شاید تا آخر عمر باشه. دقیقاً تو صحبتون که ما تا بهش گفتن خب برنامه زندگی ما چیه تا کی؟ اینطوری گفتن ما تا کی نداریم. چرا نداریم؟ ولی تنها چیزی که از لحاظ جسمی خیلی داغونش کردن، کمر لخته، پا لخته، دست و پا لخته، بر خاطر منظرت خواهم دستشویی اصلا باید حتما پوشکش کنم، نمیتونم دستشویی ببرمش و از لحاظ خوردنم بلعش خیلی خرابه، باید غذا رو بریزم تو دهنش تا بخوره، خودش نمیتونه قشنگ بخوره. الان یکم با دستاش جدیدن داره کار میکنه، کنترل دهنش نداره ببنده و کنترل دهنش دست خودشه. پدر من در اصل این ارتباطایی که میگرفت دچار یه بیماری جسمی شد که در طول 1 سال این بیماری جسمی در واقع براش به سرطان تبدیل شد. دچار یه سرطانی شد که در واقع پزشکان میگفتن که این سرطان خیلی نادره، یعنی مثلا ممکنه 1 در 1000 همچین کسی به این سرطان مبتلا بشه و پدر من بعد از مدتی علیرغم همه درمان‌های شیمی درمانی و حالا درمانایی که انجام میدادن متاسفانه فوت کردن. اگر یک کسی رو فرا درمانیده از دنیا میرفت خب ببین اثر کرد، کارمون اثر کرد. الان چند وقت بود همینجوری مونده بود، خانواده‌اش ببین اثر کرد، پس اثر کرد. اگه خوب میشد اثر کرد، فوت میکرد اثر کرد. بچه‌م هم قرار بود یه جراحی بکنه، یه مشکلی داشت که باید جراحی میشد که تو کلاس گفته بودن که نه ارتباط بگیرین و ما همه براش اعلام میکنیم و ان شاءالله درست میشه و خوب میشه و تا رسید به سن 3 سالگی مشکلش هم برطرف نشد دیگه. دکتر به من گفت اگر که این عمل صورت نگیره بچه مثلا مشکل پیدا میکنه دیگه، تایمش تموم شده. که ما اون عملم کردیم، خدا رو شکر عمل سنگینی هم نبود و بچه‌م با همون عمل برطرف شد، خوب شد. مثلا من خودم کمردرد و این چیزای مشکلات معمولی که داشتم هیچ کدومش تو این فرادرمانی و اینا درمان نشد. ما در اینترنت به دنبال یک پزشک روانشناس می‌گشتیم که بیمارانی از فرقه حلقه یا همان فرادرمانی داشته باشد و نگاه یا نظری مستقل را نیز دارا باشد که با نام بهزاد طریبه آشنا شدیم. بهزاد طریبه هستم، روانشناس بالینی و روان درمانگر بالینی. بله حدوداً بین 5 تا 10% بیمارانی که با علائم سایکوتیک و نوروتیک وارد مطب‌های روان درمانی میشن متأثر از
شخصیت هایی هستند یا گروه هایی هستند که با ناآگاهی کامل در موردشون درمان های اشتباه و ناشایستی رو ایجاد کردن. من و مادرم و خانوادم خودمون که از نزدیک در واقع حال پدرم رو میدیدیم، در جریان این مسائل بودیم، واقعا فرقه حلقه، عرفان حلقه رو واقعا مسبب تمام این بیماری ها و مریضی ها میدونیم، طوری که ما قبل از این مسئله هیچ مشکلی نداشتیم. آسیب هایی که در این روش وجود داره که در کیس های ما به خوبی مشاهده میشه، از جمله توهم ها، هذیان ها و علائم منفی که در روانپزشکی ازش یاد میشه هستش. این علائم مثل هذیان هایی که فرد احساس میکنه مورد تعقیب هست، هذیان گزند و آسیب هست، هذیانی که فرد احساس میکنه که در جسم خودش دارای یک ارگانیک غیر زمینی هست و داره در درونش زندگی میکنه و مدام باهاش در ارتباط کلامی هستش. شب وقتی میخوابم احساس میکنم 2 نفر میان بالا سرم میگه که شما حضرت مهدی هستید. من وقتی دراز میکشم و میخوام بخوابم دچار این حالت میشم. احساس میکنم که آدم نمیتونم بگم، یه چیزایی از اون رد میشن. احساس میکنم کسی دیگه درون خودم داره راه میره. دلار بودم با خدا که یه دفعه احساس کردم که یه صفحه جلوی من باز شد. همون موقع در اتاق من باز شد، شروع کردم با من صحبت کردن. تا قبل از اینکه این فرد که یک مشکل جسمی داشته، یه بیماری داشته، به عنوان یه بیماری جسمی خودش رو میدونسته، اینجا خودش رو دیگه یک جن زده و دیوانه هم فرض میکنه. یعنی عملا روانیش میکنن طرفو، یه مشکل روحی روانی بهش میدن. توهم های عرض کنم که بینایی، توهم های حسی و توهم های شنوایی بسیار زیادی در این افراد هست. حتی ما پیش اومد که پزشکم رفتیم وسط های این داستان با ایشون، یه دوره قبول کردن که بیان پزشک، روانپزشک گفتش که ایشون 2 قطبی شدن. یکی از دکترای روانپزشک به من گفتش که خدا رو شکر که شما دچار توهم دیداری و شنیداری نشدید. خیلی از مریضای من میان تو همین کلاس عرفان حلقه شرکت کردن، رفتن و اصلا طرف توهم میزنه، یعنی چیزایی رو میبینه. یه خانومی رو پیش خودم حس میکردم حتی توی روز، بعد این خانومه همش میخندید، بعد من خیلی میترسیدم. بعدش یه دونه عینکات گفتن بنداز و بعدش هم همیشه هر وقت می‌خوای دراز بکشی. یه خانومی رو احساس کردن که این خانومه با شماست. نه کنارم می‌نشست. کنارتون می‌نشست همیشه. بله. یعنی فقط شما می‌دیدین دیگه. بله. اون کنارتون می‌شد. بعد می‌خندید. حتی یه بار بغل مامانم خوابیده بودم از ترس که مثلا من به ایشون بچسبم نترسم. بعد یهویی احساس کردم مثلا مامانم اون خانومه است. هیچ کدوم از ما دوست نداریم خودمون رو در اختیار افرادی قرار بدیم که از روش‌های غیر علمی و آزمون و خطایی ما رو درمان بکنن و هیچ کس دوست نداره خودش رو شبیه یک موش آزمایشگاهی ببینه که داره درمان‌هایی به شکل آزمایشی روش اجرا میشه. از مردم خواهش میکنم که قبل از ورود به همچین ورطه‌ای حتما مشورت بگیرن و از روش‌های علمی درست قبلش استفاده بکنن. هنوز به ماهیت اصلی این عرفان حلقه و در واقع این فرقه حلقه پی نبرده بودم. یعنی خب مطالعه‌ای آنچنان در زمینه مسائل دینی نداشتم و در واقع آشنا نبودم و در واقع هر چی که اینها میگفتن رو چشم بسته و کورکورانه قبول کرده بودم و حالا به این نتیجه رسیده بودم که حالا اینا تا حدی دارن راست میگن و همچین چیزی درسته. در این روش مشاهده میشه که افراد با وعده گرفتن انرژی های متعددی که در کیهان وجود داره میتونن به اون درمان مورد نظرشون دست پیدا بکنن. به صورت علمی و آکادمیک انرژی وجود نداره که فرد بخواد از اون خودش رو مملو بکنه یا انرژی خودش رو به فرد دیگه ای بده. طوری شده بود که به هم ریختگی‌های ذهنی پیدا کردم، یعنی اصلا تمرکز روی درسم نداشتم و شبا تا صبح اصلا نمیتونستم بخوابم. کلا خوابای بد می‌دیدیم هر دوتامون، اصلا همسرم که قیافش هم حتی تغییر کرد. حدود 3 یا 4 سال بود که من درگیر در واقع
مشکلات عرفان حلقه بودم و به من اینجوری توجیه میکنن که اینها برون ریزی های تو هستش. طوری انقدر حالم بد شده بود که حتی حالتایی به من القا میشد که انگار کسی به من القا میکرد که باید خودکشی کنی، یعنی هیچ راه نجاتی دیگه نداری. این حالتهای روحی به قدری برات سخته که تو نمیتونی از پسش بر بیای، پس تنها راهت خودکشیه. ببین من از جهنم میترسم. جهنم کجا بود؟ من نمیدونم، من میترسم، فقط به خاطر این موندم چون من خودکشی. من قراره از اینجا بریم به اصطلاح مگه قراره اینجا بریم جهنم؟ چند بار سعی کردم که تحت تاثیر این القاءات شدیدی که بودم حتی سعی کردم که خودکشی کنم. ما در طبقه بندی اختلالات روانپزشکی اختلالی رو داریم تحت عنوان جنون مشترک. مثل فردی که اسکیزوفرنی داره و همسری رو اختیار میکنه که اون فرد سالمه. بعد از مدتی مشاهده کردن که فردی که سالمه علائم اختلال اون فرد اسکیزوفرنیک رو به صورت ناهوشیار تقلید میکنه. به این مسئله میگن جنون جمعی یا جنون مشترک. ما این مسئله رو در عرفان‌های مختلف این چنینی داریم. یعنی وقتی یک فردی داره تجربیات شخصی و منحصر به فرد خودش رو در مورد یک مسئله به شدت غریب مطرح میکنه، افراد دیگه هم احساس میکنن که بله، یعنی تو جو به اون مسئله قرار میگیرن، احساس میکنن که بله حتما یه چیزی هست که این فرد داره خودش رو به در و دیوار میزنه، حتما یه چیزی هستش که این فرد داره در مورد یه عالم دیگه‌ای صحبت میکنه و اونها هم یواش یواش متوجه میشن که دارن انگار یه چیزهایی رو میبینن. ما در روانشناسی اجتماعی هم این رو تحت عنوان همنوایی اجتماعی مطالعه میکنیم. یعنی اگر شما به یک جایی خیره بشین و در اجتماع این کار رو انجام بدین، بعد از مدت می‌بینین پشت سر شما چندین فرد وایسادن و دارن به اونجا خیره میشن. احساس میکنن وقتی شما دارین یه جایی رو می‌بینین حتما باید یه چیزی باشه و حتما شما هم باید اون چیز رو ببینید. اسمتون رو من میگین؟ میدونی داری اذیت هم میکنی. خب حالا یه خورده با ریختت خوشم نمیاد اسممو بهت بگم. خب حالا یه خورده اسمتون رو یه خورده با من همکاری بکنین، از بیوگرافیتون بگین، یه خورده همکاری بکنین. اسمتون رو بگین. من احمدم. احمد کی؟ دیگه حالا اونش بمانه. خب احمد سوسکی میگفتن به ما. احمد سوسکی. خب کی اومدی اینجا؟ نمیدونم یه 10-11 سالی هست. 10-11 سال هست که اومدی. شما تغییر رفتاری روی این خانم ایجاد کرده بودی یا نه؟ خب خیلی دلش میخواست مثل پسرا باشه، همه کارای پسرانه رو دوست داشت، شاغوزامندار و لاتی راه رفتن و لاتی حرف زدن و خب آره دوست داشت. منم اومدم دیگه، دیدم اینم مال این حرفاست، گفتیم بز ما بریم. خب این در واقع کارنامه دوره پیش دانشگاهیم هستش که معدل و نمره های منو میتونید ببینید. در دوره دبیرستان دوره پیش دانشگاهی من دانش آموز رشته ریاضی فیزیک بودم. خیلی به درس علاقه من بودم و شاگرد ممتاز بودم. فیزیک 19.5، شیمی 1 19 و 25، حساب دیفرانسیل و انتگرال 19 و 75، فیزیک 2 18، شیمی 2 19.5. طوری که من نزدیک به 2.5 سال 3 سال بود که در واقع از درس دور بودم، نتونستم درسم رو ادامه بدم و نکته جالبی بود که وقتی من خودم دچار حالت روحی بدی شده بودم، وقتی که به پزشک مراجعه می‌کردم به من میگفتن که شما چه مشکلی تو زندگیتون داشتین که وارد همچین مثلا جریانی شدین، وارد عرفان حلقه شدین. و افراد ساده دل و ناامیدی رو که پناه آوردن به این نوع درمان‌ها رو گیر میندازه و فرد احساس میکنه که این روش‌ها معجزه‌ای از سوی خداونده و میتونن به اون دست پیدا بکنن و اتصال پیدا بکنن به این هوشمندی که تا دیروز شاید به صورت خیلی واضح اون رو درک نمی‌کردن و به جد و به شدت اکیداً این مسئله رو نادرست و ناکارآمد می‌بینیم. دختر من هم دختر تحصیل کرده، رشته روانشناسی درس خونده. انتظار نداشته باشیم اگر مستر استاد ما خودش روانشناسه یا اعضای گروه خودشون از تحصیل کرده های این جامعه هستن ابدا توجیه نمیکنه وجود و دارا بودن شرایط محق بودن اون گروه رو. پیشنهاد میکنم افراد با دیدن افرادی که میتونن جایگاه ویژه‌ای داشته باشن در اون گروه ها تبلیغات رو نپذیرن و جذب اون گروه ها نشن. حتی تو این کلاس با ما میگفت عشق اگر باشه که تمومه. اصلا شما صحبت از عشق یعنی دیگه حرف آخر شد. حالا اینو با هم صحبت میکنیم. ببینید نه، عشق یک مفهومی داره.
عشق یک مفهومی داره که بذارید اینم پس صحبت بکنیم، حالا که این حرفا پیش میاد بذارید تکمیل کنیم. ببینید دعا و عبادت در عرفان یک ماجرایی داره که من براتون خیلی مختصر و مفید اجازه میخوام که بیانش بکنم. میگه یا رب از تو آنچه من گدا میخواهم، افزون ز هزار پادشاه میخواهم. هر کس از در تو حاجتی میخواهم، من آمدم ز تو تو را میخواهم. حافظ میگه فراغ و بس چه باشد رضای دوست طلب، که حیف باشد از او غیر از او تمنایی. ببینید عبادت دعا در دنیای عرفان دو کلمه است. حیف باشد از او غیر از او تمنایی. درست شد؟ فراغ و وصل چه باشد رضای دوست طلب. رضای دوست چیه؟ چه چیزی خدا رو راضی میکنه؟ وصل ما، او عاشق ما معشوقه، دنبال ماست. اگر ما امکاناتی رو فراهم کنیم که او ما رو کشف بکنه، حالا اینا رو میرسیم، این میشه رضای دوست. رضای دوست یعنی فراهم کردن وصل. اون دنبال ماست، ما فرار میکنیم. اون دنبال اینه که یک چیزی به ما نشون بده ما توی ماجرای وصل نیستیم. بنابراین زمانی که ما این مسئله رو این رو فراهم کنیم، رضای دوست که حیف باشد از او غیر از او تمنایی. خلاف طریقت بود که اولیا تمنا کنند از خدا جز خدا. گر از دوست چشمت به احسان اوست، تو در بند خویشی نه در بند دوست. حالا ما که دعا میکنیم خدا کار ما رو راه بنداز، خلاف طریقت بود که اولیا تمنا کنند از خدا جز خدا. گر از دوست چشمت به احسان اوست، تو در بند خویشی نه در بند دوست. درست شد؟ و در نهایت در دنیای عرفان دعا و عبادت و اینها یک انگیزه بیشتر نداره. دعا یک نیمخط بیشتر نیست. خدایا از سر کوی خود به بهشتم مفرست، که سر کوی تو از کون و مکان ما را بست. من خودتو میخوام، بهشتتو نمیخوام. خب انشالله اینا کتاب داره، همش کتاب هست. امیدواریم که بتونیم چاپ شده شو در اختیارتون قرار بدیم. همش کتابه. بله ما منتظریم همین مسئله هستیم که اینا رو بتونیم خدمتتون تقدیم بکنیم. ببینید این مطالب رو میخواییم که در واقع به تایید وزارت ارشاد برسه. کتابشو اینا همه کتاب داره، 150 عنوان کتاب داره. بنابراین خب الان یکی الان یه دونه از مدت هاست که همین کتاب فرادرمانی، کتاب بعدش و اینها مسئله‌مون رو ما باید اساسی حل کنیم. موضوعی که جزء به شما بدیم نیست. بله حالا تا اونجا که پناه بر خدا، حالا تا اونجا که میتونیم اینا رو یادداشت بکنیم، کاری نداره. تیتوار دعا، این دعا در دنیای عرفان حیف باشد از او غیر از او تمنایی. حالا اینا رو بازم تو بحثامون ببینید. مثلا در انجیل این چیز هست که میگه برای همه دعا کنید، حتی برای دولت مردان پیشنهاد میکنه. دولت مردان اگر اشتباه نکنم حتی گناهکارا، ستمکارها، میگه پیشنهادش اینه، من تا اونجا که خاطرم هست، دعا کنید. اون از نقطه نظر ما معادل اون قضیه تشعشع مثبته که ما میدیم و بستگی به بازتاب‌های اونها روشون پیاده میشه. و عرض کردم ما در یک بحث جنگی اگر قرار بگیریم، ما که تشعشع منفی نمیدیم که، دقت میکنید، چون اگه تشعشع منفی بدیم خودمون هم میریم باز منفی رفتیم، خودمون آسیب پذیر میشیم. ما تشعشع مثبت میدیم، ولی طبق قانونی که گفتیم
اگر لازمه یعنی تو جنگ و این مسائل اون تشدد منفی میگیره. دقت میکنید و اون دلایل و اون مسئله هست. بنابراین شما فکر نکنید که اگر ظالم رو دعا بکنید چه اتفاق بدی میفته، کارش را میفته. یا اون اگر در یک حالتهایی براش آگاهی میاد، آگاهی که امکان هدایت رو در اختیار رو قرار بده، اگر توجه نکنه بعدش از فاز منفی وارد میشه و درونش رو به هم میریزه. شما مثلا نگاه بکنید که معمولاً ظالم ها، معمولاً افراد اینجوری درونشون درب و داغونه. این قانونه. یعنی شما پیدا نمی‌کنید کسی کنید که درون شسته رفته‌ای داره. اکثراً کاراشون جنون آمیزه، رفتارشون جنون آمیزه، درونشون درب و داغونه، مثل اینکه تو جهنم دارن زندگی میکنن. ولی خب سوار بر امکانات هستن. شما می‌بینید که مثل همین موردی که خانم تفریشی فرمودن که الان در ناز و نعمت به سر میبره، ولی من که نمیدونم یه خونه 70 متری دارم 55 متر. حالا ما خواهشم که کنیم که حالا ما حالا خودمون یه 15 متر گذاشتیم روز برای جون. خب خدا رو شکر. ببینید حالا در انتها به چشم واقعیت شما باختید، ولی به چشم حقیقت اوست که باخته. حالا بنابراین خودتون ناراحت نکن. من 15 متر رو منم همینو میگم دیگه. بله. خب این گزارش رو شنیدید یا نه؟ که گزارشی که مبنی برای اینکه ما رو دیدن یا تو خواب یا در اینجا در اونجا، همون بحثی که الان دیگه برای خودتونم پیش میاد، در مورد ایشون هم الان رخ داده، اتفاق افتاده که بهش گفتن که بله ما دیدیم که اومدی و از این ماجراها. چند نفر از این تجارب دارن الان تا اینجا؟ خب تا اینجا این مسئله رو بله. یک موردی صحبت نمی‌کنه، ولی می‌بینید که پیش همین ایشون میرن یه درخواست دیگه دارن، می‌بینید که اون درخواست منفی رو اونم انجام میده. اینجا حالا من نمی‌دونم درخواستشون حالا در مجموع بستگی و گرانی حرفا بوده و اون کلس رو در آورده بیرون. یکی از روش‌ها هست که حالا توی آب بعد گلالود میشه و از اون توش کلسما اونایی که برای اون انجام دادن میندازن بیرون، میاد بیرون یا قفل میاد. چیزی که اون در ولی اولی تو آب هیچی نبود، ولی بعد از این آب گل میشه اونا کلی چیز توش پیدا میشه. از واقعا کلک هم نیست. ولی یه مسئله است که همینا همه کار رو انجام میدن. حالا من قضاوت نمی‌کنم در این یک مورد، ولی معمولا حالا یه نفر دیگه داره یه چیز دیگه داشته باشه، مثلا تشکیل قلب، قلوب و نمیدونم چی و از این چیزا حالا میگن بعداً آشنا میشی با این نوع چیزایی که هست، نوع تلسم قضایشون اونجا میاریم انشاءالله با اسناد و مدارکشون اینا آشنا میشی، میبینید که همین اونم انجام میدن. عرض میکنم دیگه شبکه مثبت دنبال این کارا نیست. شبکه مثبت نیازی به انجام مراسم نداره. شما یه تلسم رو به دست من بدید، اسمشو بیارید یا حق هست شکلی که خب البته الان هممون این مسئله است، اون ابطال میشه، باطل میشه دیگه. نیازی به این بند و بساط و این قضایا نیست دیگه. توجه میکنید؟ بنابراین اینها در مجموع الان اونجا میگم قضاوت نکردن، چون شما شاید بفهمید که خب این حالا یه کار مثبتی انجام داده شیوهش اینه، ما هیچ حرفی نمیزنیم، اما شما امتحان میکنید و حالا از این چیزای تبلیغاتی ادعا داریم جمع میکنیم که میبینید که از گشایشی داره، گشایش بخت و این و بستگی و تسخیر قلوب و مهر و محبت و یعنی تو همه کتابایی که شما برید ببینید که همینا رو داره. چطوری میشه تو دنیای دیگه مهر و محبت انداخت؟ چطوری شبکه مثبت همچین اجازه به کسی میده؟ لذا برمیدن اشکالات برطرف شد. بله به صورت کلی وقتی که ما از تسهیلات شبکه منفی استفاده بکنیم، تسهیلات شبکه منفی مثل طالبینی، مثل نمیدونم از این قضایی که دیگه به هر صورتش حالا برق این هر ماجرایی که هست، تسهیلات شبکه منفی
ایجاد درگیری برامون میکنه. حالا اینا مثلا از این درگیری هاست، این در واقع این درگیری ها رو میکشونه به قانون های ما. و یا کارهای مشخصی هم هست که مبنی بر جدایی و دیگه حالا جدایی بین زن و شوهر و بین چی و اصلا اینقدر این مسئله مفصله که حد و حساب نداره. اینه که توجه نمیدونم یه خانم یا یه آقای رو از طرف مورد علاقهش منقطع کنیم به سمت خودمون بکشونیم. اینا هست متاسفانه. عرض کردم با سند و مدرک خدمتتون ارائه میکنیم. به هر صورت هر کتابی در اختیار داریم که خب یه حالا در حاشیه از بحثمون بازم دور نشیم، هر کتابی در اختیار داریم که این کتاب در اون میبینید که مسائل رو آورده تحت این عناوین: ایجاد جدایی، تحت عنوان میر و محبت، تحت عنوان انگامشی. یعنی بدونید که اینا دیگه نقض عدالت و نقض همه چیه. اینا رو جمع جور بکنید از به اصطلاح منزلتون. البته برای اینکه ما هم اسناد و مدارک این قضا رو تکمیل بکنیم برای ما بیارید، به دوستانتون هم بگید، حالا با کسایی که کار میکنید با همینا ما اینا رو جمع بکنیم، بلکه به امید خدا اینها رو ما بتونیم از طریق عکس، از طریق فیلم، از طریق حالا اینا رو میخوام ببینیم که چطوری عکس بندازیم ازشون یا با استناداتی که هست مطابقت بدیم. و خلاصه از این زاویه که این موضوع هم خودش یه آگاهی بزرگی رو به مردم برسونه، به افراد برسونه، بی خودی درگیر این مسائل نشن. چون عده زیادی واقعا ناآگاه هم، یعنی واقعا نمیدونن که این مسائل مشکلات دارن. تا این مسئله پیش میاد میگن بریم چی داره نیست. و اکثرا هم اعتقادات مذهبی ریشه‌داری هم دارن، ولی اسم دعا اینا رو در واقع صلح میکنن، میگن که دعاست، خیالشون راحت میشه، ولی در واقع در پس دعا در بیارن، تحت کنترل باشه، مشکل ایجاد نکنه. کما اینکه میگم الان بیاد مثلا منزل ما کلی از این چیزاست، مثلا بیاد هر جای بیاد ما از این چیزا هی تلمبار شده است و هست. خب در حالی که هر کدوم از اینا یک نه امتحانه، ما هر چی داریم بعد میگردونیم بهتون. بیاد نفری ما یه مشت از اینا بهتون میدیم داریم. خب نه توجه بکنید، این امتحان این قضیه این مسئله نیست که حالا این مسئله نیست که مثل چیزای دیگه که بخوایم امتحان کنیم، فقط بدونیم این هست و اینو الان مورد بهره برداری اگه لازم شد قرار میدیم. ممکنه از لازم نشه، ولی البته هممون کم و بیش با اینجور چیزا سر کار داریم، سر کار پیدا کردیم. البته توی این مدت ما برای شما کارهای لازم رو انجام دادیم. دقت میکنید کارهای لازم رو برای همه داشتیم که در واقع اینا رو جابجا میکنید، جابجا کردید، مشکلی هم پیش نیومده. ببینید بحث شما هر کاری دیگه بعد از اینه که قیچی کردین رد کنید، نمیدونم حالا هر جوری میگن. ببینید این بحث بعضی موقع از اینها برای اینکه از آیات قرآن استفاده شده، اتفاقا یکی از دلایلی که استفاده میکنه همینه که شما این کارو جرئت نکنی بکنی، داشته باشی. ما به علت اینه که در خیر اینا در واقع از این به عنوان پوشش از آیات قرآن استفاده شده، این کارو نمی کنیم که بخوام اونجوری که شما منظورتون نابودش کنید نابود بکنیم. حالا خصوصا اینه که برای اون نمایشگاهمون هم این مطلب رو نیاز داریم که در واقع کانون عرفان کیهانیمون به عنوان یک تحقیق، به عنوان یک کار بزرگ بتونه ارائه بده. اینها رو داریم جمع آوری میکنیم که باز کنیم و به ببینید عرض کردم اینها چون درش آیات قرآن است، مثلا آتیشش بزنیم، مثلا چیکارش کنیم، مثلا بله یه جوری در واقع اون رد کردن محترمانه است، میدونید یه جوری محترمانه رد کردنه. خب اشکالی نداره، شما بالاخره افراد نمیتونن نگه دارن، ما خودمون میگیم رد کنیم بره، نگه نداریم. ولی حالا به هر صورت اینم استعداد میزنیم که اگه حالا دارین نگه دارین میکنید چیزی، ما تا حالا انجام دادیم، یعنی برای همه دوستان مجموعه این پشتیبانی بوده. خب پشتیبانی بوده، از شما هم خواستیم که برای ما جمع کنید. حالا دیگه خودتون رأساً مستقلاً میتونید اینا رو داشته باشین، چون بعدها هم همه این چیزها از جانب شما به شاگرداتون، چون اون چه که هست از طریق شما توجه بفرمایید اون چه که هست تا حتی تا اینجا از طریق شما به شاگرداتون
حالا دوستانی که به هر حال در زمینه مربیگری علاقه‌مند بودن، همه اینها از جانب شما انتقال پیدا میکنه. تا اینجا ما ساپورت پشتیبانی بوده که از طریق شبکه مسئله بوده، ولی اینها در واقع از جانب شما هم به دیگران تفویض خواهد شد. دادیم که الان خودتون هم اینا رو داشته باشین و بعدها هم که دیگه اون قسمتاش هم فراهم میشه میاد. و الان هم تا مقطع 4 و تششع دفاعی و اینها رو، تششع دفاعی هم تا ظرف 2-3 هفته آینده مسئلهشو آغاز میشه. اینم قابل توجه مربیامون و به دنبال اون همینجوری مسئله ادامه پیدا میکنه میاد که تمام این تحفیزها انجام بشه و خلاصه از این زاویه دیگه مستقلاً از حالا بعد میتونید که در نگهداری اینها خودتونم مسائل بار تششعاتیش هم خنثی بکنید. خب ارتباط رو بگیریم بعد سوال. ارتباط اول طاهری، شما تفویض عام شروع شده آقای طاهری؟ شما چیزی رو به دستتون میرسه میخواید چیکارش بکنید، میخواید روش کار بکنید. شما ببینید کلاً کنترل تششع منفی و این مسائل اجازه نمیخواد. اتفاقا استناد قرآنیش هم دوستمون در آورده بودن بیرون که ما میتونیم این کار رو، یعنی دقیقاً همینه که گفتیم استناد قرآنی شد، چون منم نمیدونستم واقعا، زحمت کشیدن. آیه 102 سوره بقره. خب اینا در واقع شما میتونید یک جانبه بیاید و یک طرفه به عنوان طلب خیر به عنوان ارتباط رو برقرار کنیم که بعضی عجله دارن. جان تفویض عام شروع شده آقای طاهری؟ تفویض عام منظور بله داره انجام میشه دیگه، یعنی الان هر کسی میتونه تمام اون چیزایی رو که شما تمام که الان تا حالا 4 دوره تششع دفاعی هم که ظرفی که 2 هفته میشه 5 دوره، همینجور هم داریم ادامه میدیم. فقط من یه خواهشی دارم از مربیای عزیزمون اینه که دقت نظر در انتقال مطالب داشته باشن که خدا اینا کرده برداشتای سو نشه. توجه میکنید؟ حالا اینو من اینجا صحبت نمیکنم، شاید در فرصتی، فقط اینه که با توجه به این که الان این کارا داره انجام میشه، در این بحث امانتداری دقت نظر در این که صحبت‌ها عوض نشه، مسائل اون امانتداری نسبت به شعور الهی، سلیقه‌های شخصی خودمون رو وارد نکنیم توی این مسائل و عیناً همین قضایا که همون پاسداری از حرمت شعور الهی و معرفی اون هست همون رو انجام بدیم. خب ارتباط برقرار کنیم. خانم وامبخش بله چرا نمیتونید؟ اصلا الان یه رفرنس ما شده، انشاءالله در زمینه تششع دفاعی هم سعی میکنیم کتاب بدیم خدمتتون، در مورد بینش‌ها همینطور. حالا اگه مشکلات میدونید که الان مثلا در مورد تششع دفاعی دوباره مشکل داریم. چرا؟ چون میبره اونجا میگه رفرنست کو، میگیم رفرنس نداریم، اینا مطالب ماست، میگه ببر در کوزه آبشو بخور. خب بعد دوباره مشکل داریم، دوباره بدو یه معجزه. جان چه چیزی داره ما که نه صحبتامون محرمانه است نه چیزی داره، فقط بعضی از توجه بفرمایید دوستان، دوباره گفتیم مطالب این دوره محرمانه است. محرمانه نه اینی که نمیدونم ما یه چیزی داریم، به خاطر اینکه دیگران میان تقلید بکنن بعد مشکلات عدیده پیش میاد. یعنی این چیزی رو که شما به این سادگی دارین تجربه میکنید ممکنه دیگران اگر بخوان تجربه بکنن اون وقت شدیداً دچار مشکلات بشن. ما فقط از این میترسیم، وگرنه هیچ مشکلی نداریم، هیچ مسئله نداریم. همین صحبتی که میکنیم در واقع در هر جای قابل طرح، قابل بررسی است و حرف خلاف شریعتی نداریم، حرف خلاف چیزی نداریم، هیچ اصلا موضوع فرقه‌ای ما نداریم، مثلا نه فرقه‌ایم نه هیچ کدوم از مسائلی که در فرقه ها مثل مریدی، مرادی، مثل این حرفا رو اصلا نداریم، به هیچ عنوان نداریم. خب و همین ما فقط در واقع یه کار تحقیقی داریم که همه تو شرکت داریم، هممون هم مثل هم هستیم، داریم میبینیم که چی هست چی نیست و من فکر نمی کنم که این در هیچ کجایی خلاف باشه، مشکل داشته باشه. خب ارتباط رو برقرار بکنیم، شما ارتباط رو بگیرین، من چشم. خیلی ممنون، متشکر. خب میتونیم اسم ارتباط رو در واقع خنثی سازی تششع منفی 1 بذاریم. خب
خنثی‌سازی تشعشع منفی 1 یعنی جهت نگهداری طلسم و جادو. ببینید با کنترل تشعشع منفی انجام میدیم، توجه میکنید میتونیم اینم در واقع داشته باشیم براش که قبلا ما کلا انجام میدادیم، عرض کردم خدمتتون، اما الان دیگه به عهده خودتون گذاشتیم. شما میتونید این کارم بکنید، ولی بازم توصیه میکنیم نگه ندارن. بازم توصیه میکنیم یا جمع‌آوری کنید از دستشون، جمع‌آوری بکنید، نمیدونم چیکار بکنید و همین مسئله. شما یه نظر داشته باشید کافیه. بله ببینید مثلا فرض کنید که اینو که من الان میگیرم، خب همین بین زمین و هوا که با دست من بیاد، خب این برای اون برش هم چیزای هست، خب بین زمین و هوا در واقع یه نظر شده من میگیرم، من حتما باید مطمئن باشم که چیزی نداره که بگیرم بذارم جیبم یا اینجا یا اونجا. خب این در واقع شما همینه، اون بحث کاربردی که خیلی آسونه. خب اونی که نمیدونم داره از این نقطه نظرها در واقع خود اون میشه یک مطر میدون الله، خود اون طلسم، خود اون چیزه. حالا کاری ندارم با توش چیه چه ماجرایی، اونا که دیگه جدا. بنابراین شما نمیتونید یه چیزی رو که از نظر ما تعریفی که داره مطر میدون الله دوباره بگی که آقا بیا من اینجوریش کردم بگی ببر. این فی نفسه در واقع ما نفیش کردیم، فی نفسه قبولش نداریم، بنابراین ازش میگیرید ولی شما میخواید حالا شما میخواید نگهش دارید. اصلا مسئله که اینو نگه میداره اگه خودش هم بره فاز منفی اونا رو شخص اصلا نه ببینید این مأموریت شما اینا رو که میدونید دیگه، بعد اینه شما اینو گرفتید میذارید اینجا به عنوان که خدمت انجام بدید، یعنی اینو انتقال بدید در توی نمایشگاه کارش کنید. حالا مسائل شما دیگه اینجا با اون کنترل و چیزایی که پیش میاد میشه این مأموریت، یعنی شما مأموریت دارید اینو به یه جای برسونید. بعد جنبندی این ماجرا، جنبندی من بکنم که این سوال به نظر رسیده باشه. بنابراین شما چیز رو نمیگردونید، برگردونید دوباره همون ماجرا رو برای ما داره. این برای شما استاد بخواین فیزیکال از بین ببریمش چیکار کنیم؟ فیزیکال چیکارش کنیم؟ همین دیگه، یعنی راهی هست فیزیکال مثلا فرضون آتیش زدن این به ذهنمون چیزی نمیرسه، ولی اینها اون ماجرا رو باز نمیداره. همینطوره. خب به آب ریختن، نمیدونم آتیش زدن، اون جاری شده. اصلا این موضوعی که من به خدمت شما بگم، خود این چیزی که دست فرد میدن، حالا یه لوح برنجی چیزی، این خودش برای اینی که اون همواره پیشش باشه. اصل ماجرا دور دیگری جاری شده، استارت خورده. این نیست که من اینو از خودم اگه دور کردم ماجرا منتفی بشه. این عقد جاری شده، اون سند قراردادشه درش. حالا اینو بله، این سند قراردادشه. سند قرارداده، یعنی اون لوحی که نوشته شده، این کاغذی که نوشته شده عقدنامه است. خب عقدنامه که همچه چیزی جاری شد، توجه میکنید؟ و بعد اگر کسی بره پیش یه دانویسی هیچی بهش ندن بگه برو جاری شد، کسی اینو نمیفهمه چی جاری شد. ولی وقتی دیگه کاغذ بدن دستش، یه لوحی بدن دستش، چیزی بدن دستش، و این کار با توجه به این چیزی که تو دستشه میدونه که یه کاری براش انجام شده. هفته گذشته صاحبخونه من گفتش که من برای شما ذکر میگیرم، اصلا قرار نبود برای من ذکر بگیرم، شما ذکر من رو رد میکنی. گفتم خواهش کنم شما برای من ذکر نگیرید، چون دوستای منم در موارد دیگه هستن، ما هیچ نوع دعا برای هم دیگه نمیکنیم، هر کس به روش خودش پیش میره. بعد شما ذکر من رو رد میکنی. گفتم من استاد دارم و استادم حلقه های قبیل ما داره. بعد خودش هم قبلا نمیدونم جز چه گروهی بوده، روزی که من رفتم این خونه رو اجاره کردم گفت من شما رو خوندم که آوردم تو این خونه. الانم تو مسئله که شما یه سال پیش با شما صحبت کردیم همین هست، نه اجاره میده، قیمتش هم پایین نمیاره، منوستر پول ما رو نمیتونه بده، همینطوری ما گیر افتادیم. بله خوب شما رو خونده بودید. بله یعنی دیده خونده که شما برای شهر ایجاد نمی‌کنی، آخر قضیه هم عجب که بابا
خب ببینید حالا دیگه این مسائلی که بحث این خوندن ها، بحث این ذکر ها، بحث حالا همین صحبت ها که بسیار زیاده و فرمون ذکر یه توضیح خیلی کوتاهی، البته بحث اصلیمون محورش از دستمون در نره، البته همینا به هم مربوط میشه. باز شما به عنوان مربی در مورد ذکر هم لازم هست اطلاعاتی داشته باشید. چرا؟ چون از شما سوال میشه، یعنی خیلی دور از بحث نیست، ولی این قضیه رو داشته باشید تا خدمتتون بگم. ببینید صحبت کردیم، گفتیم که ظاهر باطن، گفتیم که هر چی رو که ما راجبش در کتب مقدس برخورد بکنیم، به اسماء الهی برخورد بکنیم، به هر چی اصولا برخورد داشته باشیم، یک ظاهر داره و یک باطن. و یک تعریفی که کردیم از حالا موضوع کمال مقطعی، کمال‌هایی که توی سطح و سطوح مقاطع کرد، یکی از تعریفاش حرکت از ظاهر به باطن بود. وقتی که ما به باطن شیب پیدا بکنیم، به باطن این اسما برسیم، هر کدوم خودشون دوباره اتصال هستن، مثل یک هرمی که همه اینها وصل به چی؟ به رأس هرم. یعنی در واقع اینطوری همه اینها اتصاله از زوایای مختلف به یک مبدأ. پس در واقع همه چیز به اتصال ختم میشه اگر اون باطنه ایجاد بشه. حالا به هر صورت اون چیزی که ما نیاز داریم چیه؟ اتصاله. اون چیزی که ما محتاجش هستیم اتصاله. یک موقع مثل این غذای خودمون حلقه خودش اتصاله، تو اتصالیم. یک موقع یک کسی این اتصال نداره، باید بره یک مراحل رو طی بکنه تا از اون طریق به اتصال برسه. مثلا یه ذکری رو میاد میگه از ظاهر شروع میکنه، وقتی از ظاهر شروع میکنه باید چیکار بکنه؟ تکرار باید بکنه، بعد بیاد اینو تا کی به باطنش برسه. اما حالا من نمیدونم اون کسی که ذکر رو میده آیا این مطلب رو هم انتقال میده که این باید به باطن برسه یا نه؟ میگه برو بگو تا که چطوری. خب و این مطلب اینه که لذا افراد رو به شمارش میارن. اینکه که من دیدم نمیدونم 10,000 بار گفتیم، 1000 بار گفتیم، 10,000 بار گفتیم، اینو 100,000 بار بگو، اینو 10,000 بار بگو، یا نمیدونم 533 بار بگو، یا نمیدونم بعضی موقع میگه که عددام اینجوریه، بگی کار تمومه. نمیدونیم. ولی آیا در اونجا میگه گفته میشه که این باید از ظاهرش به باطنش برسی؟ وقتی رسیدی اتصاله و حالا این ذکر از اینجا، اون ذکر از اینجا، این از اینجا، هر کدوم از یه زاویه اون اتصال رو ایجاد. و بعد کسی که ذکر میگه حفاظش هم بایستی بدید. چرا؟ ذکر به محض اینکه فرد شروع میکنه به ذکر، تمام عوامل حالا ضد کمال، شبکه منفی، فلان، من مزداده و آخره بهش حمله ور میشن. بهش حمله ور میشن و اون زمین که بگه مثلا فرض کنید حالا هر چی میخواد بگید، لا اله الا الله، سبحان الله، یا ذکرهای خاص، یا اسماء چی، یا هر چی. وقتی میگه سبحان الله، این حمله داره. حمله داره. بگو بارکالله، بازم بگو. این حمله داره. مورد حمله فرد واقع میشه. و با تجربه‌ای که داریم روی افراد زیادی که بین خودمون هم هستن و اینها اشخاصی که سابقه ذکر گفتن‌ها و اینا رو دارن، بعضیشون هم دوستان حاضر یا در جلساتی که فرود داشتیم چیزاشون و صحبتاشون رو گوش دادن. کسانی که سابقه ذکر رو این چیزا داشتن، درگیری موجودات غیرارگانیکشون سر جای خودش محفوظ. این تجربه ماست. با میتونید که این تجربه شرکت بکنید، ببینید نمونه‌های بهتون نشون بدیم، بیان خودشون صحبت بکنن، ببینید تا براتون مشخص بشه که در واقع ماجرا این قضیه این به این صورت هست. اما در
پشت قضیه چه ذکر چه این چه اون همش چیه؟ همش یه جنسی، همش اتصاله، همش قراره یه کاری رو انجام بده، جدا از هم دیگه نیست. یعنی در واقع همه میگن همه راه ها به روم ختم میشه، این ضرب مثل همه چی به اتصال باید ختم میشه. اگر به اتصال ختم میشه یه کاری انجام میشه، اگر به اتصال ختم نشه 1 میلیون بار بگو، 10 میلیون بار بگو، هیچ اتفاقی نمیفته. پس در واقع بحث ظاهر باطن و تمام این مسائل رو که داریم توی این قضیه هست و بحث حفاظ یا حفیظ یا حافظ و این حرفا توضیح دیروز هم اتفاقا پیش اومد صحبت کردیم. وقتی میگیم منظور نیست که یک کلمه گفته باشیم یا نمیدونم حفیظ یا حافظ و یعنی که تو حفظ میکنی. خب چجوری ما رو حفظ میکنی؟ کیو حفظ کرده؟ منظور از حفظ چیه؟ منظور نیست که هر کس بگه یا حفیظ یا حافظ حفظه. منظور اصلا از این مسئله چیه؟ بفرمایید. بنابراین اینجا به چند مسئله برمیخوریم. یکی اینه که اصولا نفس این قضایا رو چه ببینیم، چه میبینیم. حالا به طور فرهنگی به گونه‌ای برای ما جا افتاده که میگیم دعانویسی و اصلا چیز بدی ازش نداریم. دعانویسی اگر خودمون میخوام بریم چیزی بگیریم اصلا چیز بدی ازش نداریم اگه خودمون میخوام بریم، ولی اگر چیزی بگیرند بحث چیز خور کردن، بحث نمیدونم 1000 تا مسئله در واقع پیش میاد. خب این چه مسئله؟ اگه بده ما بریم بگیریم بده، اگه خوبه خب اگه برامونم بگیرن باید خوب باشه. چطوریه؟ خلاصه کلام این مسئله چون نام دعا بر اون اومده، خب یعنی اسم دعا رو روش گذاشتن، در وله اول قبح قضیه و خلاصه اون قباحت و اون زشتی و منفی بودنش و اینا رو چیکار کرده؟ گرفته. یعنی یه واکنش دفاع روانی مطلبه که ما کمک میکنه. میگیم رفتیم پیش دعانویس. خب وقتی میریم رفتیم پیش دعانویس خب چی گرفتیم؟ میگن چی گرفتی؟ میگه دعا گرفتم. دعا فی نفسه بد نیست. حالا اون چی که تصور داریم دعا فی نفسه بد نیست، ولی کن بعدا میبینیم که خب برای چی گرفتی؟ میبینیم که زبانبند، تسخیر قلوب، نمیدونم. بعد یه دفعه معلوم میشه که نه بابا این همچین دعا هم نیست، این شر در قالب دعاست. در واقع ما رفتیم وارد یه قضیه شرارتی شدیم و در واقع دعانویس منتظر اینه شما چی میخواید. اگه بگید کارگشایی میگه چشم، اگه بگید زبانبند میگه چشم، اگه بگید که تسخیر قلوب میگه چشم، اگه بگید سیاه کردن میگه چشم. اگر خب یعنی هر چی بگید اون منتظر اینه شما درخواستتون چی. خب
و این گشایش کار و بخت گشایی اینا شده دوباره یه پوشش ثانویه. میگه بابا کارگشایی هم خب میشه تو این قضیه. من که اعتقاد ندارم برم چه دعانویس آیا اون عمل انجام بله شما ببینید که همه درگیرن. آیا همه عقیده داشتن؟ همه عقیده دارن؟ ربطی به عقیده نداره. اون میاد سمت شما رو احاطه میکنه، در باز باشی میاد تو. من درخواست میکنم که فلان کارو برام بکنم. خب اگه اعتقاد نداشته باشم در واقع مثل یه شاهد میشم. این مسئله ربطی به اعتقاد داشتن و نداشتن شما نداره، چون یه چیزی استارت میخوره، موجود غیر ارگانیکی تجشعاتی مسائل استارت میخوره، میاد دیگه جاری میشه، دیگه فعال اکتیو میشه. این تلس جاری بشه راه افتاده دیگه. شما اعتقاد داری نداری، اگه اینجور بود که اتفاق نمی افتاد. من میگم من اعتقاد ندارم جان. ببینید ما اول گفتیم که انسان هرچی میکشه از اون فاز منفیه داره میکشه. این حرف کلی ماست، نتیجه‌گیری کلی ماست و به اصطلاح بی خود نگفته ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. بی خود اینو نگفته. این یک مطلبی است، یک رمزی است اینجا. بفرمایید. بله برای اینه که پوششه. ببینید این مسئله حالا خب بحث‌های مفصلی داره. این یک پوشش. هر حال ما با دست خودمون پای به اصطلاح شر رو به خون زندگی هامون باز میکنیم و یا به خونه های همدیگه هدایت میکنیم. به خونه شما باز شد به خونه منم باز میشه، به خونه اونم باز، فرق نمیکنه. در بر از یه چرخشایی این قضایا اینه که منتهایش که فکر نکرده که خب بابا آخه این یعنی چی؟ این چطوری میشه در یک کار خیر شما صحبت از آواره کردن و متلاشی کردن و در به در کردن به اصطلاح، اونم به نام قرآن، اونم با مثلا فرض کنید سوره ای از قرآن داشته. توی این قضیه یک سری اجازه بدین، یک سری تشریفات عجیب غریب رو سر راه میذارن. علت انجام تشریفات عجیب غریب، اون تشریفات به خودی خود لازم نیست، اصلشو که بیای اون مسائل این تشریفات به اون صورت لازم نیست، اما گذاشته شده تا شریک جرم بودن شما محرز بشه. یعنی شما وقتی میرین موی گربه نمیدونم ماده و نمیدونم این و اون سایه نوردبون و نمیدونم همینا رو فراهم میکنید، در واقع به اصطلاح اینه که شما بودید که آگاهانه دنبال کردین، موشتون گیره محرز میشه. یعنی میگن شما انقدر طالب بودی که رفتی موی گربه نرم گیر آوردی، اونم که گیر آوردی نمیدونم اساره نمیدونم پای سوسکو نمیدونم مثلا میگم حتی تا اینجا جلو رفتی میگی من نبودم، من ناآگاه بودم. نخیر، شما طالب بودیم دنبال کردی، اینم مدارک جون دستتون گیره، اصلا نمیتونین خودتون رو جا بدین، در حالی که اصلا به اونام نیازی در واقع نیست. طلسم جاری میشه، چه شما اون کارا رو انجام بدید چه ندید، اون طلسم جاری است و کار خودشو انجام میده. ولی تو بحث شبکه منفی تشریفات عجیب غریبی چیده شده. چرا چیده شده؟ فقط برای اینه که خب فردا میگه من نبودم. یعنی شیطان از خیلی جاها خودش معافه، میگه من نبودم، تو خودت بودی، ببین اینجا خواستی، اینجا اینجوری شد، اینجا اینطوری شد، اینجا اینطوری بود و شریک جرم بودن ما محرزه. ولی تو شبکه مثبت میبینید که هیچ تنگ و فنگ و تشریفات و هیچی نداره، هیچی هی داره میره کوتاه. خب حالا انسان مجرم یا مجرم نیست؟
انسان برای رسیدن به خواسته خودش یکی از چیزامون اینه که برای رسیدن به خواسته خودمون به اصطلاح حاضریم با شیطان هم بیعت ببندیم، بیعت کنیم، حاضریم با شبکه منفی پیمان ببندیم. منتها خب حالا این پیمانی که در اینجا وجود داره پیمان آشکار نیست، یعنی اومدن یه جوری یک پوششی براش ایجاد کردن، ما دقیقاً واقف نیستیم که داریم بیعت میبندیم، دقیقاً نمیدونیم که ازمون چه پیمانی دارن میگیرن و چه مسائلی دارن ایجاد میکنن، ولی اومدن اینها تو خونه زندگیمون همانا دیگه روی خوشبختی ندیدن، همون هر نهایت به یک نتیجه میرسیم که این نتیجه میخواد به ما بگه که در واقع هیچگاه نقض ایاک نستعین رو نداشته باشیم، هیچ وقتی، یعنی بدونیم هر کاری قرار باشه انجام بشه نعم المولا و نعم الوکیل و بهترینش میگه خودمم، هر جا میخوان برین نرین برین پیش خودم، و بهترینه که ما برای انجام خواسته های خودمون به این قضایا به اصطلاح نریم و متوسل بشیم به این ماجراهای این چنینی. البته در وهله اول من به صرف ایاک نستعین نمیخوام اینو بگم، من در وهله اول به صرف عقل، خب اول یستمعون القول و یتبعون احسن، اول عقلمون ببینیم که به ما اجازه میده ما مثلا در مسئله تسخیر قلوب حرکت کنیم، اول اجازه میده که ما در مسئله زبان بند حتی برای دشمنمون فرق نمیکنه دیگه، وقتی برای دشمن انجام دادیم بعد برای این برای اون، اونم برای ما اونم برای ما، بعد یواشش همین میشه که شده دیگه. یعنی در واقع هر کسی برای کارش توجیهی داشته، خب هیچ کس بدون توجیه نرفته عمل بکنه، ولی به هر صورت اگر عقلمون ردش کرد اون وقت تازه میریم به بقیه مسائل نگاه میکنیم، ببینیم که در واقع ما درگیر شدیم، درگیریمون و تخلفاتمون به واسطه نقض ایاک نستعین بوده، به واسطه این بوده که ما از یه راههای دیگه میخواستیم منظورهایی داریم که دنبال اونا هستیم، لذا در همچین موردهای اولا هر حرکتی رو نگیم موجود غیر ارگانیک، یک، و دو، در اینجور موارد هم ما کار خودمون رو بکنیم، اجازه بدیم که کار ادامه پیدا کنیم، ببینیم چی میشه، بعداً سر فرصت نتایج لازمه رو بگیریم. ببینید بله متاسفانه ما خب بعضاً یه تفسیرهایی رو برای ما انتقال میدن که مثل همینی که شما میفرمایید که خب واقعاً خود ما این کارا رو نکردیم و این تفسیرها رو کسی نذاشتیم و اصلاً وارد این قضایا نشدیم، هر چی بوده گفتیم آقا بذار ببینیم چی عذاب در میاد و به خودمون اجازه اصلا ندادیم که اظهار نظری بکنیم، مخصوصاً راجع به کسی که تازه به ما برخورد کرده از این وادی‌ها خبر نداره. ما خودمون نیست میدونیم، خیال میکنیم اگه فوراً بیار بگیم روحیه صوفی در تو هستش اون خوشحال هم میشه. ما یه چیزی داریم، ادراکاتی داریم، مراحل رو اومدیم، یه نفر اگه الان از در بیاد اینو ما بهش بگیم ذره ترک میشه، سکته میکنه، میترسونیمش، میترسه، بعد میره تو فاز منفی، بعد بدتر میشه. بنابراین مطلقا ممنوع ما به کسی بگیم روح در توه یا جن در توه. ما اصلا این تخلفای واقعا آشکاریه که ما بیایم به یکی بگیم در تو روح هست یا در تو جن هست، حتی اگر 100% متوجه بشیم. توجه میکنید؟ اگه یادتون باشه گفتیم تمام اطلاعات ما مال خودمونه، هیچ وقت نمیگیم که الان مثلا تو فرادرمانی آره الان یه انرژی داره اونجا روی معده تو کار میکنه، رو مغزت الان اینا اطلاعات ماست. ما فقط متکی به گزارش بیمارمون هستیم. چی متوجه میشیم؟ میگه آره روح یه صوفی اینجاست، داره اینو میگه، داره اونو میگه. اون معتبره، اون درسته، نه من به اون بگم که نمیدونم یه روحی در تو هست. درست شد؟ و به هر حال البته ما صحبت میکنیم ولی این تخلفات
متاسفانه تموم نمیشه، تموم نخواهد شد و البته اینم قبول داریم که لازمه هر حرکتی یه درصدی ناخالصی هست. اینو قبول داریم. اصولا در جهان هستی هیچ راندمانی 100% نیست، همیشه تخلف هست، اما هوشیاری تک تک ما میتونه این تخلفات رو به مینیمم برسونه. دقت میکنید هوشیاری ما، شما ببینید یه تذکر دادین شاید واقعا اونم منظوری دون لحظه نداره، میخواد کمک کنه ولی دوستی خاله خرسه میشه. توی این قضیه تو ذوق زدن نداریم، چون یه کسی اومده وقتشو گذاشته میخواد نمیدونم چیکار کنه، فکر میکنه کار خیرانه‌ای داره انجام میده، میخواد به یکی کمک بکنه، میخواد چه. ما تو ذوق زدن نداریم، اصلاح داریم. این فرد باید بیاد همراه بشیم باش، یواش یواش بگیم بابا یا میدونی یا نمیدونی، اگرم میدونین مال خودته، اگرم نمیدونی که دیگه اصلا، اگر هم میدونی محرمانه است، این اطلاعات محرمانه است. شما اگر میبینید دوتا جنم سوارشه، چون مثلا میگن که بعضی شنیدیم که آقا یکی میگن این شونت نشسته یکی هم اون شونته، ممکنه در اون زمان یه آگاهی یه حسیه، من نمیگم که آگاهی درستی هم هست، اصلا میگه که بله یا میبینه یا درستی یا نه، ولی محرمانه است، مال خودشه، نباید اینو بگی. حالا این مسئله هست در قرآن هم هست، پیامبر میگه من نه فردا رو میبینم، نه خیرم رو میبینم، نه شرم رو میبینم. درست یا درست نیست؟ میگه انا بشر مثلکم، منم مثل شما. ببینید بعدها کسانی که میخوان انحرافات به وجود بیارن، میخوان نمیدونم حالا یا دوستی حب بیش از حد، دوستی خاله خرسه و فلان، یه چیزهایی رو درست میکنن که اگر تو کار کارشناسی بیایم واردش بشیم اشکال تو دلش وارد شده. دقت میکنید؟ حالا مثل همینه که صحبت کردیم، لذا میبینیم که این قضایا به همین شکل و شما درست میفرمایید، این دیگه تو ذهنشون میشینه و اونجا دیگه بیرون آوردنش که بگیم بابا اصلا اینجوری نیست. و لذا خیلی مهمه که ما که میخوایم خیر بکنیم، کار خیری بکنیم، اون خیرمون تبدیل به شر نشه و در واقع زحمت رو کشیدیم ولی آخر دفعه نتیجه معکوسی داده. رسالت تک تک ما در این هست که هر کدوم ناظر قضیه باشیم و اگر جاهایی با مسائلی برخورد میکنیم که میبینیم اصلا ما راجبش صحبتی نکردیم و این میتونه اذهانی رو خراب بکنه، شما باید همونطور که الان شما فرمودین گفتین، لااقل گفتید، حالا اون رو پذیرفته نپذیرفته، شما به هر حال این مطلب رو یادآوری کردین که بابا اینطوری نیست، حالا انا هدینا السبیل، دیگه بقیه‌اش خودت میدونی. ولی مهم نیست. ببینید در واقع ما وقتی که پاسدار اون ارزش‌های خودمون باشیم، حالا دیگه هر اتفاقی که میخواد بیفته در خارج از این چارچوب مهم نیست، هر چی میخوام بگن مهم نیست و خلاصه کلام اینه که ما در بین خودمون مشکلی پیش نیاد، بیرون از ما هر جای هر چی میخوام بگم ولی در دل خودمون واقعا حرفامون دوتا نشه. دقت بکنید چون بعضن این تضاد رو ما داریم، میگن آقا چون مثلا ایشون اینو میگه ایشون اینو میگه، کدوم درست میگن؟ حالا البته اینا با زمان حل میشه انشالله، کتاب‌ها خودش کمک میکنه، اینا همه مسائل که خب خوشبختانه راه افتاده. حالا موضوع سلیمان پیش میاد که مورد استناد همه است که پس چرا سلیمان استفاده کرد. ببینید سلیمان در داستان من کوتاه میگم که انشاءالله مفصلشو بعداً شما دریافت بکنید. قصص قرآن منظور داره، نمیخواد برای ما قصه تعریف کنید، قصه زیاده خب، ولی وقتی میاد تعریف میکنه قصه ای رو حتما و 100% منظور داره و در قالب این داستان و این قصه داره چیزی رو میرسونه. خب و ما کارمون اینه که از اون داستان و قصه اون نکته رو بگیریم. حالا سلیمان نبیست، به مقام نبوت رسیده، ولی میاد که درخواستی میکنه، میگه حبلی ملکی به من بده، لا ینبغی لاحد من بعدی، که بعد از من برای کسی بعد از من همچین ملکی به کسی ندید. خب این ساده میگم چی میخواد، درخواستش چیه؟ ملک. حالا این درخواست
خب درخواست ملکی میکنه، این ملک چند تا خصوصیت پیدا میکنه و اینه که چیزی باشه که جز من به کسی دیگری نگی. این یه انحصار طلبی اولیش. خب اگه یه چیزی خوبه باید دار برای همه به همه بگیم. خب پس یک ملکی میخواد که اینقدر اختصاصی و انحصاری که جز اونم به کسی نده و بعد از اونم به کسی نده. خب دقیق بکنیم بعد از اون به کسی هم نداده همچین چیزی. برای تحقق بخشیدن به همچین ملکی وجود غیر ارگانیک الزامی بود، یعنی صرفاً با موجود غیر ارگانیک تحقق می‌پذیرفت. بدون اینی که قواس و بنای غیر ارگانیک کنیم دارن چی کنن همچین چیزی تحقق پیدا نمی‌کرد، چون خداوند کار رو با کارگزار انجام میده. خب حتما و الزاما اگه کاری انجام میشه روی زمین باید سلسله مراتب حفظ بشه، بیاد اینجا کارگزارش باشه. اینجا کارگزارش فقط میتونسته جن باشه. خب و این کارگزار رو به اجبار راه دیگه نبوده برای تحقق همچین خواستی میاد و قواس و بنا و به هر حال کارگر و عمل و بنا و چیه موجود غیر ارگانیک رو امکانش رو در اختیار سلیمان قرار میده تا سلیمان به خواستش برسه. چون وقتی نبی شد حالا ادعونی استجب لکم رسیده به اینجا میگه حالا چی میخوای؟ این ما هستیم که باید بلد باشیم چی بخوایم. بعد میگیم ملک بخوایم یا کمال بخوایم، کدومش بهتر به سلیمان؟ ملک که خبری ازش نمون. خب چیزی حالا عمل و بنا و قبلون ساختن، چی ساختن حالا ما خود دقیق که نمیدونیم، ولی میبایستی او به مزد اشتیاقش میرسید. خب به درجه‌ای رسید که بگه استجب باشه من چی میخوای، به این خودش به این درجه رسونده ولی نتونسته اونجا استفاده. این درس اینه، ما ممکنه به مرحله‌ای برسیم که بگن که خیلی خوب رسیدیم چی میخوایم. آیا بلدیم که چی بخوایم؟ آیا میدونیم وقتی چی بخوایم؟ بله این خودش آموزش میخواد، این خودش اینا خب خیلی خوب عمل و بنا و فلان میساری حرفا. مورچه فهمید که این لشکریان بیشعورن. خب همونایی که تحقق بخشیدن همچین چیزی رو که به ملک محمده که بعد از من به هیچکی ندی، این چه فایده داره که ملک محمده حالا بعد از من به کسی نده؟ چرا من نبی باید مثلا حالا که خودم به مقام نبوت رسوندم، خب حالا من این چیزی بخوام این ملک محمده که بعد از من به کسی نده، این چه فایده به حال من داره؟ من نباشم حالا ملک بده یا ملک نده، چرا باید این انحصار طلبی تا ابد بخواد ادامه پیدا بکنه؟ این یه قصه برای این اومده در قرآن، نه اینکه داستان این که بیاد حالا خیلی مقدمه چینی‌ها میکنه که اون تخت بلقیس اینجام فلان همه این حرفا رو میده، بعضی جام حالا به منطق و ته رسیده بعد میگه که من این هدهد پدرشو در میارم چرا اینجا حاضر نیست، حالا که زبان رو فهمیده خب حالا که زبانش فهمیدی فقط برای همین که بخواید نظام چیکار بکنیم. پس ما ممکنه به منطق و ته برسیم نتونیم استفاده بکنیم. خب ما هم ممکنه به خیلی جاها برسیم اون جایی که مورد موقع بهره برداریه نتونیم بهره برداری. نه اینه که ما این به اصطلاح این موضوع رو در زندان بحث کردیم، بعد میگن که پس تو هم سلیمان رو میکوبی. تو سلیمان رو میکوبی، یهودی هم سلیمان رو میکوبن. نه من نمیدونم، من خبر ندارم. میگن که به اصطلاح یهودی ها بعد چیز سلیمان رو زیاد باش موافق نیستم. من نمیدونم، من این عاشق سلیمانم، فراماسونرها عاشق سلیمانم و میخوان دوباره ملک سلیمان رو به دست بیارن. خدا رو شکر. میگن که حالا ببین صحبتی که با من شده
من تو مباحثات زیادی بوده که اونا میگن نه موجود غیر ارگانیک باید باشه، ما گفتیم نه نباید باشه. بعد میگن که خب حالا من استناد قرآنی هم همین آیه 122 سوره انعام آوردم، میگن نه بعدش کنم خلاص کار نداریم. موضوع سلیمان میگم سلیمان اینه موضوعش، میگن ها پس شما با سلیمان مخالفی. میگم من سلیمان میگم نبیه، من با سلیمان مخالفی. من میگم سلیمان اون جایی که میواسه اون چیزی میخواست ندونست چی بخواد. نه میگن این ملک رو برای خداوند میخواست که ملکی درست کنی که برای خداوند ملک میخواد چیکار کنه. این میخواد ملک برای خداوند درست کنه و خداوند که خودش در ملک سماوات و ارض که ملک زمین آسمان برای اون. حالا چرا باید سلیمان برای این درست بکنه؟ نه ببینید ما نه سلیمانو باش مخالفتی داریم، نه میگیم نبی نیست، نه احترام براش قائل نیستیم، همین رو داریم. میگیم تا اینجا درست. اشتباهش این بود که گفت به اصطلاح من این ملکی میخوام که بعد از این دو تا اشکال، یکی ملک خواسته، یکی اینه که گفته به اصطلاح بعد از من به کسی این ملکم ندی، یعنی نه که اصلا همچین امکانی نباشه، راه و بس. خب بدعت‌گذار شد برای انحصار طلبی. چی شد؟ بدعت‌گذار انحصار طلب. ببینید بدعت‌گذاره رو اینکه ما درسی که داریم از بحث ملک سلیمان میگیریم و داریم از ماجرای سلیمان میگیریم، درسی که من میگیرم اینه. من دارم اون درس رو میگم، اصراری هم روش ندارم و میدونم که منظور دارم اونجا با دقت و ظرافت میگه مورچه گفت که به صدا این مورچگان برید نمیدونم یا اینا بیشورن. ببینید اون فهمید که این لشکر بیشوریست. خب ولی سلیمان به این مسئله دقت نداشت و این برای هممون میتونه اتفاق بیفته که ما خودمون رو به یک مراحلی برسونیم، حالا که به اون مرحله رسیدیم ندونیم چجوری باید استفاده بکنیم. ببینیم درس اینجا این درسش اینه، نه توجیه که بله ماها مجوز داریم چون سلیمان از سلیمان خودش سلیمان اصلا نمیده، سلیمان ملک خواست گفتن ملک میخواه اینا این کارگزارش. خب سلیمان نگو خداوندا به من موجود غیر ارگانیک اجنه رو در اختیار من قرار بده که اونا گذاشتن و خب درخواستی که داشت فقط به این شکل میتونست تحقق پیدا بکنه، شکل دیگری نداشت. یعنی خداوند کارگزار میکنه، اینجوری نیست که خداوند اینجوری یه دفعه که ملکی درست شده و قلعه و برج بارمی، باید سازندش باشه، کارگزارش باید باشه، اسباب و وسایلش باید چیه؟ اینجا باشن. خب بعد میگن که ها پس شما با سلیمان مخالفی، یهودیان با سلیمان مخالفن، پس شما پس رو دیگه هوش درایتی کارش نمیشه کردی. و بعد شما به اصطلاح یهودی هستی، چون یهودی هستی کابالیست هم هستی. ببینید استدلال ها و مثلا این کابالیستان همون فنون سلیمان فقط استفاده می‌کنن. ببین بله الان من که اطلاعات نداشتم چون نمیدونستم که آیا واقعا یهودی‌ها مخالف سلیمان، من خودم نمیدونستم، من اطلاعی کردم که آیا مثلا کابالیستا با سلیمان مخالفن، آیا نمیدونم حالا کدوم گروه ها با سلیمان مخالفن کدوم ها موافقن. من میدونم که همشون دارن استفاده میکنن از این مسائل، دارن استفاده میکنن. خب و ما حرفمون اساسی تر از این حرفات و اگر هم حالا اگر این مخالفته، خب من با این بخش قضیهش با این خواستش مخالفم. حالا گناه که نکردیم، حالا ضاله هم نیستیم چونی مثلا فرض سوالمندی و میگیم اینجا این اشکال وجود داره. آیا ضاله هستیم؟ آیا ریختن خون ما مباهه؟ آیا باید ما رو بکشن؟ سوال رو یکی دو جواب بده. خب یکی دو بیان جواب میدن میگن نه به این دلیل ایشون خواسته خوبی داشته، خواسته درست بوده، ما هم متقاعد میشیم. درسته؟ خب بنابراین
تمام مواردی که اونجا وجود داره، تمام موارد آخر از همه اینا می درسی توشه. آخر همه اینا میگه آقا اینم ملک سلیمان فلان. آخر عاقبت ملک سلیمان چی شد؟ میگه آقا ملک سلیمان هم بخوای ایستاده بمیری فلان بشه تمام چی بزنه. اینم آخر درس تو ایستاده ملک. خب ایستاده بمیری معنی غیر عادیه که ایستاده بمیره. چرا میگه ایستاده بمیری؟ خب آخرش ملک سلیمان مال ما باشد، همه نمیدونم چی به فرمان ما باشد، ایستاده بمیریم، نمیدونم چی باشیم و ما بشیم. همه ها همش مایه بالمعطلیه. یه فکر اساسی بکنیم. اینم آخرین پیامی که تو این داستان وجود داره. حالا این نظر ما اشتباه میکنیم، اشکال نداره، اشتباه رو پس میگیریم. این چیز اتفاق فاجعه‌ای رخ نداده و ما حالا جز عوامل نمیدونم صیبونیست نیستیم، جز نمیدونم فلان نیستیم که حرفی بحثی با هم صحبت کنیم. شما از ازاد دیدگاه سلیمان رو مورد بررسی قرار دادید. این هم یک منظر دیگه. خب این هم یک منظر دیگه. حالا از این منظرم نگاه بکنیم چه اشکال داره ها؟ اشکال داره. تقریبا دیگه الان بیشتر میشنویم که شما منجی هستین تا اینکه زد بدین. تو رو خدا این حرفو جایی نزنید. خدا همین هم حرف داریم باعث شد. نه ببینید همین حرف حالا خیلی یکی از ناراحتی چیزایی شد. که من این مسئله بگم خدمتتون، دوباره ممکنه حالا تا حالا میگفتن که نمیدونم ضد دین هستن و فلان بسیار. از حالا به بعد یه دفعه ما ببینیم یه شایعاتی هست که آقا میدونم ادعای امام زمانی شد، میدونم چی، حالا از این ور، یعنی تا حالا از اون ور بود، حالا از این ور. ما باید حواستون جمع باشه. ببینید حواستون جمع باشه. خیلی ممنون. خیلی و تو این افراط و تفرید و تو این شگردهایی که وجود داره برای کوبیدن و برای مستمسک پیدا کردن، خیلی باید چیزپوشانه عمل بکنیم. و حالا یه موقع چیزی بگم ما خوشمون بیاد که تعریف اغراق‌آمیزی باشه ولی همون خودش مشکل سازه. توجه می‌فرمایید؟ مثلا فرض کنید تو همین جریان اخیر تو این مسئله که حالا یه تلاش داشتن میگن سرسلسله. بعد اتفاقا همون مناظره شما در اون مناظره هم که هست دوستای مناظره که اتفاق افتاده با فردی، دوستان هم میتونن برن مطالعه بکنن، اصرار که سرسلسله و خودشون هم اومدن که مثلا جایی که نقد و بررسی گفتن برای سرسلسله. بعد ما از اون سرسلسله که همه این هر کسی رو بگه خودش یک سرسلسله است. خب و اصلا این جریان متکی به وجود ما نیست که. خب حالا داشتن عنوان میکردن که بله اگه جای درمان میشه باید شما باید باشی، باید بکنیم. اصلا ما خبر نداریم که چی به چیه و افراد مستقلاً دارن کارشون رو انجام میدن، انتخابشون مستقلانه است و بقیه مسائلشون هم همینطوره و در واقع هر کسی اگر قرار بود سرسلسلگی باشه، حالا هر کسی سرسلسله است و به اصطلاح این عناوین هست که یه دنیا میندازن سر زبون ها که به واسطه اون بتونن اون چیزای خودشون رو، حملات خودشون رو سر سامان بدن. این چند وقت اخیر یک ماجرایی دوباره درست کردن تحت عنوان عرفانای بی خدا و بعد در همین مناظره شما اونجا میخونید که ما در کتابمون گفتیم که جهان هستی مادی مجازه دیگه، درسته؟ خب بعد اومدیم تو اون کتاب یه جا گفتیم اصلا علت این که شاید یکی از علت این که خداوند مجاز قرار داده به واسطه اینه که مجاز یعنی وجود خارجی در این حال نداره. نظر ناظر بالا وقتی وجود نداره نیاز ایجاد نمیکنه. از نظر ما وجود داره، از نظر ناظر بالا چی؟ وجود نداره. بنابراین یه عده میان میگن که خداوند چه نیازی داشته به خلق ما، به خلق این جهان. بعد جواب مختلف دادن
خب ما یه جوابی اونجا داشتیم، گفتیم اصلا ما وجود خارجی نداریم از نظر ناظر بالا. اگه شما بری بگی که نیاز، میگه کو این کجاست؟ این که اصلا وجود نداره که. پس دلیل بر نیازمندی خداوند ما نیستیم. خب بعد اونا چه برداشت کردن؟ تو کتاب توضیح هست که همتون خوندیم، میگه که شما گفتین که جهان هستی مادی مجازه، مجاز نیاز به خالق پس نداره، پس خدا نیست. خوب دقت بفرمایید. و بعد یه موجی که عرفان بی خدا، عرفان بی خدا ما هم که در رأسشیم میگه عرفان بی خدا اینه که ما گفتیم جهان هستی مجازه پس وجود نداره. خب وجود نداره پس به خدا نیاز نداره پس خدا نیست، در حالی که شما همونجا میخونید همش میگه خلقت چی خالق. خب اگر نیاز به خالق نداشته باشه که ما نمیگیم خلقت، و هر جا گفتیم خلقت یعنی چی؟ یعنی خلق شده. منتها که مثلا کیفیت و ماهیت خلقت اینجوریست که ما هم هستیم هم نیستیم. ما یک حقیقت بیشتر نداریم، اون حقیقت مطلقه. ما چی هستیم؟ اگه اون حقیقته ما چی هستیم؟ خب ما مجازیم. خوب بنابراین این که ما مجازیم بحثی درش نیست. اگه بیان بگن که حالا که گفتیم ما مجازیم، بعد من گفتم که یعنی شما میفرمایید دو تا حقیقت داریم، دو تا حقیقت، همون حقیقت هم ما، این که شرکه. اگه او حقیقت داره ما پس مجازیم. حالا که ما مجازیم دلیل نمیشه بگین چون ما وجود نداریم پس خدا نیست. یعنی منظور من اینه که یه ریزکاریایی تو این کوبیدن ها هست خیلی. ببینید خب این قاعدتا ببینید در تاریخ علم همینه، در تاریخ همه چی همینطوری هست. ولی ما یک موقع ذوق زده نشیم اگه تعریفی، خب اگه تعریفی ذوق زده نشیم، اگه تعریفی نمیدونم چی نشیم، ما باید بدونیم چی میگیم، حرف خودمون بزنیم. خب و در غیر این صورت همین مسائلی که میدونم سلسله بعد میگن آقا خودشون میندازن آقا منجی، بابا منجی مگه بچه بازیه؟ مگه نمیدونم به این سادگی شما این بحث ظهور رو بخونید، حتی خودش کتاب داریم. بحث ظهور یکی از مفصل ترین مباحث و تعریف منجی، تعریف موعود یک تعریف عجیب غریبیه. مگه بچه بازیه؟ حالا مثلا فرض کن تو این چند سال گذشته دیدید که مثلا 10 نفر رو گرفتن که اینا ادعای امام زمانی دارن. خب بابا اونا دیوانن که ادعای امام زمانی دارن. خب اسکیزو یا اونا رو ما نفرستادیم. خب اینا اسکیزوفرنی هستن که ادعای امام زمانی میکنن، یا تعریفشو نمیدونن یا به احتمال 99% بیش از 999% در واقع اینا دچار بیماری توهم هستن و تعریف‌ها رو هم نمیدونن و مسائل نمیدونن. اگر کسی تعریف بدونه هیچ وقت به این سادگی اظهار نظر نمیکنه، هیچ وقت به این سادگی ادعا نمیکنه، برای اینکه موضوع خیلی عظیمه، موضوع خیلی عظمت داره. بنابراین خیلی باید دقت بکنیم هر جا از این صحبت‌ها شد چیزا شد ما خیلی تیزهوشانه باید کار کنیم. اینجا هیچ کسی بر کسی چیزی نداره، هممون مثل هممون خدمتگزاریم و همونطوری که توضیح دادم شدیم حالا به اصطلاح معرفین هوشمندی و رحمت الهی. خب همین و دیگه بقیه قضیه اینه که امانتدار باشیم و این کارمون رو به نحو احسن انجام بدیم. همین و همین.